سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من راوی کانال نغمه شبم. امشب میخوام براتون داستان 7 خواهر شجاع رو تعریف کنم. پس با من همراه باشید. در زمانهای خیلی قدیم، در گوشه‌ای از این دنیای بزرگ، در کنار یک جنگل سبز، خانه بزرگ و قشنگی بود که 7 دختر زیبا با یک خدمتکار زن در آن زندگی می‌کردند. این 7 دختر 7 خواهر باهوش با سلیقه و هنرمندی بودند که از هر انگشتشان یک هنر می‌بارید. 2 خواهر بزرگتر قالی‌های خیلی قشنگی می‌بافتند. خواهر سوم و چهارم خیاط‌های ماهری بودند و لباس‌های خیلی زیبایی می‌دوختند. خواهر پنجم و ششم کار دوختن منجق و پولک را روی لباسها انجام می‌دادند. خواهر آخری آشپز ماهری بود و کیک و شیرینی‌های خیلی خوشمزه‌ای می‌پخت. روزی از روزها دخترها خدمتکارشان را به شهر فرستادند تا از بازار شهر نخ و پارچه و پولک و منجق بخرد. شهر از خانه آنها خیلی دور بود. خواهران به خدمتکار گفتند برای رفتن به شهر راه خیلی درازی در پیش داری. وقتی از جنگل گذشتی به راهت ادامه بده تا به کوهی برسی. خانه جادوگر بدجنس آنجاست. او بیشتر وقتها میخوابد، ولی سعی کن با احتیاط از آنجا رد شوی و مواظب باشی جادوگر بیدار نشود. اگر از خواب بیدار شود و تو را ببیند، راه خانه ما را پیدا می کند و همه من اسیر و زندانی او خواهیم شد. خدمتکار زن قول داد که مواظب باشد و سپس به راه افتاد. خدمتکار راه افتاد. کمی که رفت به جنگل رسید. با ترس و لرز از جنگل گذشت و رفت تا از دور گله کوهی را دید. به راهش ادامه داد. نزدیک کوه که رسید، چشمش به خانه جادوگر افتاد. جلوتر رفت، فکر کرد که جادوگر خواب است. قدمهاش را تندتر کرد تا زودتر از آنجا بگذرد که ناگهان صدایی شنید. کی هستی؟ از کجا آمده ای؟ خدمتکار خیلی ترسیده بود و ایستاد. جادوگر با خنده گفت به خانه من خوش آمدی. خدمتکار گفت من خدمتکار خانه 7 خواهران هستم. آنها 7 خواهر باهوش و هنرمندی هستند که خیلی دورتر از اینجا در خانه بزرگی زندگی می کنند و من را فرستاده اند تا به شهر بروم و چیزهایی را که لازم دارند از بازار شهر بخرم. جادوگر وقتی اسم 7 خواهران را شنید کمی فکر کرد و بعد در دلش گفت دختر زرنگ و هنرمند، من باید آن 7 خواهر را به خانه خودم بیاورم تا برای من کار کنند و در خدمت من باشند. من می توانم از کار و هنر آنها استفاده کنم و صاحب ثروت زیادی بشوم. سپس خدمتکار را در اتاقی زندانی کرد و گفت فردا صبح به راه می افتیم. تو باید راه خانه 7 خواهران را به من نشان بدهی. اما بدان که اگر دروغ بگویی یا راه را اشتباهی نشان بدهی تو را نابود می کنم. خدمتکار که خیلی ترسیده بود قبول کرد. 7 خواهر اما در خانه منتظر خدمتکار بودند، ولی هرچه صبر کردند از او خبری نشد. آنها فهمیدند که خدمتکار اسیر جادوگر بدجنس شده است. خواهر بزرگتر گفت خواهران، ما باید هرچه زودتر از این خانه فرار کنیم. اگر اینجا بمانیم جادوگر بدجنس ما را پیدا می کند و ما اسیر او خواهیم شد. بقیه خواهران که خیلی ترسیده بودند با عجله لباس پوشیدند و اسبها را زین کردند. سپس سوار شدند و به سرعت از آنجا رفتند. آنها تاخت زنان
از میانبرها رفتند تا به جنگل خیلی بزرگی رسیدند. با ترس و لرز وارد جنگل شدند. هنوز راه زیادی نرفته بودند که از لابلای درختان جنگل صدای پایی شنیدند. وقتی به طرف صدا برگشتند، مرد قد بلند و زشتی را دیدند که موهای ژولیده و دندانهای سیاهی داشت و یک چشمش کوچکتر از چشم دیگرش بود. آن دیو جنگل بود. 7 خواهر خواستند فرار کنند، ولی دیو جنگل راه آنها را بست. سپس با چرب زبانی گفت: عزیزانم، به جنگل من خوش آمدید. خواهران با ترس گفتند: ما به سفر می رویم و داشتیم از این جنگل رد می شدیم. قصد مزاحمت برای شما را نداریم. دیو گفت: شما راه زیادی آمده اید و حتما خسته اید. به کلبه من بیایید و امشب را استراحت کنید. فردا صبح وقتی هوا روشن شد به سفر خودتان ادامه بدهید. 7 خواهر که از نقش دیو خبر نداشتند، حرف او را باور کردند و به کلبه دیو رفتند. دیو جنگل با شکاری که کرده بود شام خوشمزه‌ای برای 7 خواهر پخت و با میوه‌های جنگلی از آنها پذیرایی کرد. دخترها که خیلی خسته بودند، بعد از خوردن شام کنار همدیگر به خواب عمیقی رفتند. صبح تازه، هوا روشن شده بود و خواهر بزرگ بیدار شد و خواست بقیه خواهران را بیدار کند. ولی دید که دست و پای همه آنها با طناب به همدیگر بسته شده است. با عجله خواهرانش را بیدار کرد و گفت: خواهران، بیدار شوید، ما گول چرب زبانی دیو را خوردیم. باید هرچه زودتر از اینجا فرار کنیم و خودمان را از دستش نجات دهیم. دخترها که خیلی ترسیده بودند بی گریه افتادند، ولی خواهر بزرگ گفت: گریه نکنید، نباید وقت را تلف کنیم، باید هرچه زودتر دست و پامان را باز کنیم. پس از این حرف خواهر بزرگ به جستجو در اتاق پرداخت و یک کارد که دیو شب قبل به گوشه‌ای پرت کرده بود پیدا کرد. گفت: اگر همه خودمان را به طرف آن کارد بکشیم، من می توانم آن را بردارم و طناب‌ها را ببرم. همه خواهران روی زمین خزیدند تا بالاخره خواهر بزرگ کارد را برداشت و با آن طناب دست و پای یکی از خواهرانش را برید. سپس آن خواهر با سرعت طناب‌های دست و پای بقیه را پاره کرد و همه آزاد شدند. با عجله از اتاق بیرون رفتند و در حیاط اسب‌هایشان را یافتند. اسب‌های دیو نیز با طناب بسته شده بودند، اما آنها با سرعت طناب‌های اسب دیو را بریدند و مقداری علف برای اسب‌ها ریختند. سپس سوار اسب‌های خود شدند و تاخت زنان از آنجا فرار کردند. در راه به رودخانه‌ای رسیدند که جریان آن بسیار شدید و عمیق به نظر می رسید. خواهر بزرگتر گفت: صبر کنید، این رودخانه عمق زیادی دارد. باید بدانیم از کجا رد شویم که غرق نشویم. سپس با چوبی که در دست داشت وارد رودخانه شد و عمق آن را آزمایش کرد. بعد از چند دقیقه به قسمت پایین‌تر رودخانه رسید و از آن طرف عبور کرد. بقیه خواهران نیز سوار بر اسب‌ها وارد آب شدند و از رودخانه عبور کردند. دیو جنگل که از صدای اسب‌ها بیدار شده بود، متوجه شد که 7 خواهر فرار کرده اند. او فوراً سوار بر اسب خود شد و به دنبال آنها تاخت. وقتی به رودخانه رسید، فهمید که آنها از آب عبور کرده اند. بنابراین به طور هوشمندانه از او خواست که راه عبور از رودخانه را به او نشان دهند. خواهر بزرگتر که از نقشه دیو آگاه بود، به طور عمدی راهی که بسیار عمیق و خطرناک بود را نشان داد و گفت: اگر از این قسمت عبور کنی، می توانی به آن طرف برسی. او که بدون فکر وارد رودخانه شد، به طور ناگهانی به درون آب افتاد و در حالی که تلاش می‌کرد از آن بیرون بیاید، به دلیل عمق زیاد و قدرت جریان غرق شد.
7 خواهر با خیال راحت به راه خود ادامه دادند. آنها تاخت زنان به سوی شهری که در آنجا سکنی گزیدند حرکت کردند. در شهر جدید خواهران تصمیم گرفتند زندگی جدیدی شروع کنند. آنها در خانه کوچک در کنار هم زندگی می کردند و هر کدام با هنر و مهارت‌های خود روزگار می‌گذراندند. خواهران هر روز قالی‌بافی، خیاطی، آشپزی و دوختن منجوق و پلک را انجام می‌دادند و در کنار یکدیگر لحظات شادی را تجربه می‌کردند. روزی از روزها خبر مهمانی بزرگی از طرف پادشاه به گوششان رسید. جارچیان پادشاه در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر راه می‌رفتند و اعلام می‌کردند که پسران پادشاه تصمیم دارند ازدواج کنند و پادشاه در فردا شب مهمانی بزرگی در قصر خود برگزار خواهد کرد. از تمام دختران زیبا و هنرمند شهر دعوت می‌شود که در این مهمانی شرکت کنند تا از میان آنها همسرانی برای پسران پادشاه انتخاب شوند. 7 خواهر از شنیدن این خبر خوشحال شدند و تصمیم گرفتند که به این مهمانی بروند و شانس خود را امتحان کنند. آنها به سرعت دست به کار شدند. 2 خواهر بزرگتر به بازار رفتند و پارچه‌های قشنگی خریدند. خواهر سوم و چهارم 7 لباس بسیار زیبا در 7 رنگ مختلف دوختند و تورهایی برای سرشان آماده کردند. خواهر پنجم و ششم با دقت و سلیقه زیاد برای پیراهن‌ها پولک و منجوق دوختند و خواهر هفتم هم کیک بزرگ و خوشمزه‌ای برای مهمانی آن شب پخت. بالاخره شب مهمانی رسید. 7 خواهر وقتی وارد قصر شدند، 7 پسر پادشاه که همگی بسیار خوش‌قیافه و شجاع بودند، به محض دیدن دختران زیبای آنها دلشان گرفت و همه به یکباره عاشق این خواهران شدند. آن شب جشن عروسی با شکوهی در قصر پادشاه برگزار شد و 7 خواهر به همراه 7 شاهزاده خوشبخت به زندگی جدید خود آغاز کردند. آنها سالها در کنار همسرانشان به خوبی و خوشی زندگی کردند. آنها دیگر هیچگاه احساس تنهایی نکردند و در کنار هم به رؤیاهایی که همیشه داشتند رسیدند. روزها گذشت و زندگی در کنار خانواده و همسرانشان برایشان به یک رؤیای شیرین تبدیل شد. این پایان داستان 7 خواهر است که با مهربانی، شجاعت و فداکاری توانستند به خوشبختی برسند و در کنار هم به زندگیشان ادامه دهند. آنها از همه چالش‌هایی که پیش رو داشتند گذشتند و با هم آینده‌ای روشن را ساختند. رسیدیم به پایان داستان امشبمون رفقا. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا داستانی دیگر، شب خوش.